تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2434 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1436 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3819 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. ضمن عرض همدردی با خانواده‌های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15912 نفر رسیده اند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 293606 نفر هستند که از این تعداد 255144 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی همکاران ما بهبود یافتند.